پرونده امروز در مورد دختری هستش که در 13 اردیبهشت سال 94 از طبقه 4 هتل تارای مهاباد سقوط کرد. زمانی کشته شد که قولش رو به یکی داده بودن، اونم قول یک رابطه، که این دختر خودش از قضیه خبر نداشت و این دختر رو معامله کرده. سلام دوستان، خوش اومدید به کانال روایت جرم. با من همراه باشید برای شنیدن پرونده قتل فریناز خسروانی در هتل. در حالی که یک هفته از مرگ جنجالی و خبرساز دختر مهابادی می‌گذرد، بررسی پیامک‌های رد و بدل شده راز مرگ معمایی مهماندار هتل تارا را برملا کرده است. مرگ مرموز این دخترک اگرچه تا روز پنجشنبه گذشته رسانه‌ای نشد، اما با حاشیه دار شدن این پرونده و سمت و سوی دیگری پیدا کرد. حالا با گذشت 8 روز از این حادثه ابعاد تازه‌تری از ماجرا فاش شد. تحقیقات و بررسی‌های اولیه از اعترافات متهم خبر می‌دهد پرونده خارج از نوبت در حال رسیدگی است. با این حال بررسی پیامک‌های رد و بدل شده بین مهماندار هتل و متهم پرونده سرنخ طلایی را در اختیار پلیس قرار داد. به گزارش خبرگزاری حیدری رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی شرح ماجرا را اینگونه بیان کرد: یک شنبه هفته گذشته دختر 26 ساله از طبقه 4 هتل در شهرستان مهاباد که به عنوان مهماندار در آن فعالیت می‌کرد به پایین پرت می‌شود و در دم جان می‌بازد. بلافاصله پس از این حادثه تحقیقات برای مشخص شدن ابعاد مختلف آن از سوی دستگاه قضایی آغاز شد. اما هنوز چند سال از وقوع این حادثه نگذشته که خبرهای جهت‌دار و عجیبی از آن روی شبکه‌های اجتماعی ظاهر شد. وی افزود: با این حال در تحقیقات پلیسی و کارآگاهان مشخص شد متهم مهندس و متخصص طراحی داخلی ساختمان است. فعالیت وی در زمینه ارتقای استاندارد هتلداری بوده است. وی برای همین منظور در هتل تارای مهاباد حضور داشته و تحقیقات ما هر گونه وابستگی وی به دستگاه دولتی را رد می کند، چه برسد که این وی بازرس یا مأمور امنیتی باشد. حیدری اضافه کرد: بررسی 25 پیامک رد و بدل شده بین متهم و دختر مهماندار نشان می‌دهد که متهم و دختر جوان را به اتاقش دعوت کرده و متهم نیز در این رابطه اعتراف کرد که چند دقیقه پس از حضور مهماندار هتل در اتاق و گفتگوی آن دو با یکدیگر، رئیس هتل که متوجه عدم حضور کارمندش شد تلفنی ماجرا را به مادر او اطلاع می‌دهد. مادر دختر جوان نیز با دخترش تماس می‌گیرد و او را در جریان اینکه رئیس هتل دنبالش می‌گردد قرار می‌دهد. پس از این تماس دختر جوان با یکی از همکارانش تماس می‌گیرد تا سر گوشی آب دهد و ماجرا را برای وی اطلاع دهد و بر اساس گفته‌های متهم همکار او پس از بررسی به وی اطلاع می‌دهد که رئیس هتل مشغول کنترل دوربین‌های مداربسته است. متهم دستپاچه شده و تصمیم می‌گیرد اتاق را ترک کند و این کار را از طریق بالکن انجام دهد. وی چند بالکن کناری را که هر یک حدود 80 سانتی متر با یکدیگر فاصله داشتن را طی می‌کند و پس از آن تصمیم می‌گیرد از طریق بالکن به طبقه پایین‌تر بپرد که پس از آویزان شدن از بالکن موفق به این کار نشده و به پایین‌تر پرت می‌شود. در حالی که شایعات روزهای گذشته فرضیه تجاوز به مهماندار هتل تارا را در یکی از اتاق‌های طبقه 4 بین مردم مهاباد گوش به گوش می‌چرخید، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: معاینات پزشکی قانونی هر گونه شایعه در مورد تجاوز به دختر مهماندار را رد می‌کند و نشان می‌دهد که رابطه‌ای در این حد بین اون متهم وجود نداشته است. حیدری اضافه کرد که دادگستری آذربایجان غربی ماجرای هتل تارا را از حیث ایمنی ساختمان و فقدان موانع لازم در بالکن‌ها نیز مورد بررسی قرار خواهد داد. یک متهم دستگیر شد. حیدری دادستان عمومی و انقلاب مهاباد نیز در رابطه با روند رسیدگی به این حادثه گفت: پرونده این حادثه به بازرسی دادسرای مهاباد ارجاع شده و تحقیقات لازم در زمینه مرگ مشکوک این دختر جوان با دقت کامل در حال انجام است.
مسئولان شهر و دستگاه قضایی شهرستان تمام تلاش خود را به کار بستند تا حقی در این زمینه ضایع نشود تا زمان احقاق حق با جدیت تمامی پرونده را مورد پیگیری قرار می‌گیرد. بر اساس دستورات داده شده این پرونده خارج از نوبت و در حداقل زمان ممکن رسیدگی می شود. همکنون یک نفر متهم در همین زمینه دستگیر شده و تحقیقات از وی برای روشن شدن قضیه ادامه دارد. در همین حال علیرضا رادفر معاون استانداری آذربایجان غربی با بیان مهمترین موارد حادثه مهاباد گفته است: متهم احتمالی این اتفاق ناگوار هیچ ارتباطی با نهادهای امنیتی نداشته و به عنوان مشاور بخش خصوصی در راستای زمینه‌سازی برای ارتقای درجه هتل در آنجا حاضر بود. هیچ تعرضی به این دختر مهابادی صورت نگرفت و این امر طبق معاینه پزشکی قانونی مورد تایید است و مشکل اخلاقی در این حادثه وجود نداشت. هیچ خسارتی به اموال مردمی و دولتی بجز که هتل دچار حریق شده وارد نشده است. 2 خودروی آتش گرفته نیز از اموال هتل مهاباد بودند. در این اتفاقات 25 نفر مجروح شدند که از این تعداد 7 نفر از کارکنان نیروی انتظامی مهاباد بودند. برخلاف فضاسازی و کشته‌سازی در رسانه‌های از این حادثه هیچ تیراندازی توسط نیروی انتظامی صورت نگرفت. این نیروها تنها با استفاده از روش‌های ضد اغتشاش سعی در متفرقه کردن جوانان داشتند. خانواده دختر مهابادی بسیاری از این عکسایی که در فضای مجازی از این حادثه منتشر شده واقعی نیست و به دیگر اتفاقات در سالهای دور و نزدیک تعلق دارند. فریناز خسروانی 26 ساله مهماندار هتل تارای شهرستان مهاباد که 13 اردیبهشت ماه بر اثر سقوط از بالکن طبقه 4 این هتل به کام مرگ فرو رفت. ممنون از اینکه تا پایان این پرونده همراه ما بودید. خوشحال میشم که با لایک و سابسکرایب از کانال ما حمایت کنید.